الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث الأنبياء والرسول للهداية العباد وأفضل الصلاة وأتم السلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين حب القلوب وشفائها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا حمد و ثنا بر خداوند را که نور ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست صاحب عزت و طاعت. نام پاکش محمد عربی است، راهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، اولا اهل خاندان به مناسبت فرارسی توی سنه رسول صلی الله علیه و سلم که اینم باشد انشاءالله عقد نکاح است، تبریک و مبارکباد میگیم و این دو نوجوان خداوند انشاءالله محبت پیدا نماید، آن محبتی که بین آدم و حوا و آن محبتی که بین یوسف و زلیخا و آن محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه کبرا و آن محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا پیدا کرده بود، الله سبحانه و تعالی به این دین نوجوان پیدا نماید. در آینده فرزندای صالح، یعنی مثل ابوبکر و عمر و عثمان، یعنی دختران صالح مثل فاطمه و عایشه و بیبی سارا و بیبی مریم، دخترای خوب، جوانای خوب به دنیا آوردن شه. الله سبحانه و تعالی اله نصیب بدارد و این روز خرسندی شادی را الله سبحانه و تعالی با کل خاندان ما اله نصیب بدارد. اولا خوش آمدین، نوری دیده، تاج سر عزیزان من. امروز یک چند صحبت خداوند درباره داماد و عروس میگیم و یک چند 4-5 سوالا اومدگی است. انشاءالله خداوند به این سوالا حرکت کرده، انشاءالله خداوند جواب میدین. البته انشاءالله انسان در یک دور، در یک زمان تا سن انشاءالله 80 سالگی به خوردن آشامیدن انشاءالله یعنی احتیاجی دارد. وقتی که 18 ساله می شود عزیزان من، این چنین به خانه‌دار شدن و جفت شدن، یک جایه شدنی بچه و دختر احتیاجی پیدا می شود عزیزان من. البته انشاءالله خداوند طبق قرارهای حکومتم، انشاءالله طبق خداوند قرآنم، حدیثای رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتا که بچه و دختر که به بلاغت رسید البته احتیاج به یکدیگر دارند. برای همین احتیاج خداوند قانع کردن، اسلام عزیز برای ما شما نکاح جاری کرده است. یعنی با واسطه نکاح، با واسطه گواهان، با واسطه راضی طرفین، دو طرف، انشاءالله خداوند این بچه و دختر آیله برپا میکنند. مقصد آیله برپا کردن در جامعه انشاءالله زندگی خوب کردن است. مقصد از نکاح فرزندهای خوب به دنیا آوردن است که اینها باید که انشاءالله دوستدار الله باشند. این فرزندهایی که با نکاح میشوند البته انشاءالله یعنی به ایمان به دنیا می آیند. وقتی که به دنیا انشاءالله به ایمان که انشاءالله می آیند، البته انشاءالله پی الله، پی انشاءالله شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم از کودکیش انشاءالله خداوند چیکار میکنند؟ میگیرند. چون پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم که هر یک کودکی که در دنیا به دنیا می آید در دایره اسلام تولد می شود، خواه نصرانی است، خواه یهودی است، خواه فرانسه است، خواه انگلیس است، خواه تاجیک است، خواه ازبک است، در اسلام ملت نیست. همه فرزندان میگه در دایره اسلام به وجود می آید. بعد از آن خداوند تابع به پدر و مادر شده، نه یهودی باشه یهودیش میکنه، نصرانی نصارا میشه، خریستیان باشه خریستیانش میکنه، مسلمان باشه الحمدلله. وقتی که کودک به دنیا آمد، اولی وظیفه ما در پیش یک داملا میبریمش، چیکار میکنیم؟ در گوش راستش اذان میگیم، در چپش اقامت میگیم.
و بهترین نام انشاءالله عبدالله، محمد، انشاءالله عبدالرحمن و محمد صادق و محمد یوسف نام خوب میمونه مش از خردش الله انشاءالله پیغمبر میشه. این نشانه ایمانداری ما شما است، نشانه مسلمانی ما شما است عزیزان من. لیکن اون پدراش که گوپرست باشد و خرپرست باشد همه یادش میتید، همه تابع میشد بد میرد. الا در دایره اسلام هم الحمدلله فطرت اسلام در تولد میشد انشاءالله. باید که ما و شما عزیزان در وقتی خانه داشتن بسیار هوشیار باشیم، یعنی یک دخترای خوب خانه داشتیم. باید دختر انشاءالله نمازخوان باشد، حجاب دار باشد، کنی حافظه قرآن باشد، کنی عالمه دختر آخر انشاءالله شما خانه داشتین. الله سبحانه و تعالی سعادت دو دنیا انشاءالله مشرفت میکند. یا خود شما بچه های عزیز نمازخوان باشید، شما با واسطه طاعت و عبادت فرزندهای خوب به دنیا بیار. خودت که نمازخوان نباشی، خودت که انشاءالله زنت همسر نمازخوان نباشد، چه فرزندی خوب امید میکنیم ما شما بعد. من تعلیمات اسلام در وقتی که بچه و دختر با واسطه نکاح یک جایه میشوند، طبق عزیزانی که انشاءالله خدا خواهد این کارا را کردن ما نمیکنیم. همون شب میگد نزد انشاءالله عروس درآید، باید که انشاءالله شکرانه بجا بیارد، در رکعت نماز شکرانه وصال خواند که خداوند الحمدلله همه که زنی خوب، زنی با تقوا با حجاب برای من مناسب دیدی، هرچم نماز خوند میگد، هرچم شکرانه به الله بیارد و دعا کنم پروردگارا از ما دو جفتی حلال فرزندهای صالح به دنیا بیار خداوندا. ربی حبلی پروردگار دعا که میگد که پروردگار من حبه کن بچه های صالح. من امام اعظم رحمت الله علیه امروز اکثر آدما همین حضرت بسیار خدا خواهد درشنش گپای نادرست دستادیم بعض جوانا. همین انسان سببی انشاءالله پیشرفتش، سبب دنیا و خوب شدنش پدر و مادر سببگار است عزیزان من. پدر و مادر سبب شد. من کسه چند بار گفتم بازم بگمش تکرار نمیشود، چون که از تکرار و نصف العلم، تکرار کردن نصف انشاءالله علم است. من با شما امروز شکایت داریم، پدرها چقدر شکایت دارن. داملا جان گجای میشین در حق فرزند گو، گجای میشین در حق خدا حرمتی ما گو. ما امروز بچه ها حرمت کردن نموندن، دخترها ما حرمت مون ندارن، چیکار کنیم؟ گجای میشینی خدا خواهد. اکثری موضوع ما درباره پدر مادر خط شده است. از شما نابابی تو، از شما رفتاری خوب تو نبودن تو، از الله نترسیدن تو، پدر نکردن کن، بلکه 70% صحبت همه علما امروز در تمام دنیا مسئله مهم پدر و مادر شد و موندیم دوست. همین میگه حضرت لب جویبار نه طهارت داشت. میگه خوب گوش که فرزندی صالح چکل گفتن در کار. بچه که خدا خواهد از خودش الله گو باشه، از گهواره لا اله الا الله گو. این بچه رو چکل گفتن در کار. میگه در لب جوار طهارت داشت. میگه یک سیب میگه در آب اومد، من کسخش میگم یک سیب حضرت همون سیب گرفت، میگه نفسش غالب اومد، یک میگه دهن یک لقمه میگه خوردمون همون سیبه. وقتی که سیب درونش برفت، دهشت روز قیامت به یاد زد که پگه الله سبحانه و تعالی محکمه سودش مبادا من پرسه که حق مردم خورد چی جواب میتیم. امروز 1 گرم حق مردم امروز شما باور میکنه پروا نداری. 1 گرم امروز تمام مالی مردم دزدیده ساده. جوانای عزیز امروز اکثر جوانای ما شما دوست شد، راسیه رفته ساده ای خدا خواهد مالی اون مردم دزدیده ورده، زن تا خورونده ساده ای، بچه تا خورونده ساده ای، بابای توی کرده ساده ای. قطارش ما هم دوست، ما هم اومده اشتراک کسمی مالی حروم باشه، ما هم قطاری شما، ما هم قطاری شما شده مونده بیم. ای خدا نمیترسی 1 گرم برای حلال زندگی کردن، مالی حلال بجاردن،
ما شما حرکت نمیکنیم. عالما گفتین که کسی که اگر بای میشم گوید ماری حروم در دست میزند بعد بای نشود. حلال حساب، حلال کسی بای نمیشم میگن. شما از دوزیده آورده شده مالان ای مردم، وای خیتای ایمی وای امریکا ایمی فرق ندارد و حرام است مالش برای شما. شما مرچه و یا نامرد شدن می و یا شما مرچه خدا خواهد. ولی خودت مسلمانیت در پاس میزنی با میگوی که مسلمان نیرنگ بازی ارس میگه و یا چیز دیگه میگه این خیلی نگوی کلمه را. شما خودتون در پیش دیگر دین تا پس نزن ناانصاف. گجای اسلام عیب دارد خیلی با من فکت کرده بیا که ملا هستی می پیشوا هستی کتاب خونده گو که اسلام عیب داره گو یک تا فکت بیار. گفتی حضرت مولوی اسلام بذات خود ندارد عیبه، هر عیبه که است در مسلمانی ماست. ما مسلمان تا اسلام رسوا کردیم. منی خدا که روسیه اسلام نفهمیده خدا که چه گناه ها را کردستم بعد کی بینود؟ محمد بینود. کی بینود؟ قرآن بینود. کی گفت تره؟ تو مسلمانش در دوزی داری، مسلمانش در عرق خورده سی، مسلمانش در زنا داری، مسلمانش در مالی مردم دیزه. گجای تو مسلمان ایبت مسلمان باش از تصدیق جانی، نه اقرار از تو کی زبانی. ای بنو کی زبان نمیشه مسلمان. گفتی حضرت مولا میگه صبح بردست توبه بر لب دل پر ذوقی گناه، خنده می آید در معصیت و استغفار ما. مسجد نمیش میگه چارزانه زده یک تسبیح در شرکت داره. که نماز تمام شد برم پرسنتیم، که نماز شد دخترای مردم فریب کنم. نماز خونی خدا زده گوش کن بچه های نماز خون با واسطه تلفن زینا داشته. ای خدا نمیترسی؟